این ایام فاطمیه است. اینجا هم دارن واسه فاطمه زهرا سلام الله علیها دارن برادرها دارن زحمت میکشن. خدا قوت بهشون میگیم. این هم بچه ها دارن زحمت میگن. آقا خدا قوت. انشالله فاطمه زهرا خدا نگهدارتون باشه. انشالله ویو زیاد بخوره. این هم واسه ایام فاطمیه است. بچه هم که دارن زحمت میکشن، خدا بهشون سلامتی بده. خسته نباشی برادر. انشالله خدا نگهدارشون باشه. ایام فاطمیه. اینم پدر عزیزمه، قربونش برم. اینم پدر عزیز من. بابا جون دستتو بیار بالا، قربونش برم. پدر عزیزمه. انشالله فاطمه زهرا نگهدار همه تون باشه به حق فاطمه و اهل بیت. اونجا هم برادرها دارن ایستگاه صلواتی رو راه میندازن به حق فاطمه زهرا. انشالله هر کی هر حاجتی داره حاجت روا بشه یا فاطمه زهرا. اینجا مسجد جامع خرمشهر.